هالو حالی، چطورید بچه ها؟ علی هستم از کانال خودتون. امروز اولین ویدیوی لانگمون قراره بذاریم. عشق و حال همه چی به راهه. بزن بریم لایک، فالو، چه میدونم کامنت، اینا رو که دیگه خودتون بلدید از همین ابتدای کار. بزن بریم. نزدیک 100 نفر شدیم و یه جامپ به 100,000 کایی. خب از کراشم پرسیدم حیوان مورد علاقه چیه؟ اونم گفت گربه. چی دیگه؟ قراره بیاد خونم. خیلی ساده. کار راه جمعور. خلاصه مطلب اصلا همه چیزی بیان شده داخلش، نیازی به تفسیر هیچی نیست. مطلب گرفت ایشون از هوش زیادش استفاده کرد، زمان برش نکرد کارو. مطلب زود گرفت، اجرا، برنامه ریزی و عمل سریع. بخواد معطل کنه و این برای اون بر. به شخص یاد کشتی تایتانیک افتادم، یاد تخت فنرایی که بچگی بازی میکردیم افتادم، یاد بشقاب، قابلمه، چه میدونم همه چی افتادم غیر از اون. شما بچه ها بگید اصلا کاربرد این موها چیه؟ این میخواد اصلا چیکار کنه؟ به چه دردی میخوره؟ بعد این موها رو چرب کرد و از نو سشوار کشید. سلام خانم، خسته نباشید. سلام، خوش اومدین. من رفیقم دیروز اومده بود اینجا، خیلی تعریف ماچاتون رو کرد. میشه منم یه دونه از اون ماچا بدین؟ بله، چرا نمیشه؟ از تبلیغات نه از کافی شاپ تبلیغات راحت شده. خود استارباکس، ستارباکس، حالا هر کوفتی مونده توی این تبلیغ. یه چه برسه به بقیه. ترکیب محبوب ستاین، ماسالا، کاپوچینو و هات چاکلت. خوشبالتون میتونم بریم استخر. من نمیتونم آخه اصل تو آب هلوشه. واقعا این همه اصلا به یه جا نیده بودم. چرا اینقدر اعتماد به نفس آدم باید داشته باشه؟ خاکی باشی اصلا حال میدی. من اصلا من نمیدونم نبات هم نمیدونم شکلات هم خاکی باید باشه آدم. کارا میگن آسون شده اینه، دود از کنده بلند میشه دیگه. دیدید خودتون کارا راحت شده. من از تبلیغات، اونم از پزشکی. من یه سوالی دارم، اگه اون آقا بازم نمیکرد تو میخواستی چی کار کنی؟ یه وقت یه آدم زرنگی افتاده بود اینجا، دهنشو وا نمیکرد، میخواستی چی کار کنی؟ آیتم بعدی چی؟ شما بگید. شما نگید، بذارید همینجور سربسته بمونه. دوستمون زده سلام من سیگنالم. این نفر اول. نفر دوم زده من مجددا زده سلام من سیگنالم. نفر سوم زده قیمت. حالا به نظر شما قیمت چیه میخواد این وسط؟ خب مشخصه دیگه، قیمت آرایشگاه رو میخواد. چیز دیگه ای که به ذهن آدم نمیاد طبیعت. خدا رو شکر هم هیچ کدوم جوون نیستن. کامنت ها میگن دود از کنده بلند میشه، بی خود نیست. جوونا خواب، پیرمردا تو اکسپلور نمیدونم دنبال چه کاری میگردن. کامنت یه نمونه کامنتش بود. چیزی از آب در نمیاد از این کامنت. مثبت نمیشه بهش فکر کرد. هر چی تلاش میکنی مثبت نمیشه فکر کرد. نصف شب ما خوابیم. چی بود میگفتن آقا پلیس؟ پیرمردا توی اکسپلور میگردن. بیایم با هم دیگه بریم آب بخوریم برای اولین بار. من خیلی هیجان دارم، بزن بریم. مزه سبزی
یه شده یه حال و هوای میوه میده. حالا باز من نمیدونم قسمت بعدیش میخوای چی کار کنی؟ الان این آبا خوردی، اینا دست از کلت بر نمیدارن. دفعه بعدی میخوای چی کار کنی؟ چی تست کنی؟ این سری خدا رو شکر کامنت نداشتی. خدا رو شکر کامنت ها دست از کلمون برداشت. خدا رو شکر. بریم بعدی. دست قشنگه رو بزن. عالی بود بچه ها، عالی بود. انرژی گرفتم اصلا. امیدوارم همتون 120 ساله بشید. لایک، فالو، کامنت بچه ها یادتون نره. بچه ها به کمکاتون احتیاج دارم. به 100 نفر نزدیکیم ولی به 100,000 کایی نزدیکتر. ویدیو بعدی میبینمتون. بنویسید ویدیو بعدی در رابطه با چی باشه، چی کار کنیم چی کار نکنیم. تا قسمت بعد میبینمتون. خداحافظ.